10 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در معرفی استودیای نو سیار تلویزیونی که از تکنولوژی معاصر صحوی ترکیب یافته است اشتراک نمودند. استودیای سیار تلویزیونی از 3 ماشین کلان عبارت بوده. در آنها دستگاه و تجهیزات نوترین صحوی که برای ثبت، پخش مستقیم و آرایش برنامه و نمایش‌های گوناگون پیش بینی شده است، بندوبست گردیده است. به سرور دولت اطلاع داده شد که استودیای مذکور امکانیت دارد چرابینی‌های سطح جمهوری، منطقوی و بین‌المللی را با صفت فول اچ دی یعنی دقیقیت بلند ثبت و به طور مستقیم پخش نماید. استودیو با 16 کامرای پروفسیونالی تامین بوده، 4 عدد آن به طریق فاصله‌ای اداره کرده می شود. باعث افتخار است که در پرتو سیاستی غمخوارانه اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم جناب علی امامعلی رحمان نسبت وسایل اخبار عامه تاجیکستان هر روز ما پدیده‌های نوی را می‌شنویم و می‌بینیم که در جمهوری ما همه روزه تلویزیون‌های نو روی ماهواره پیدا می‌گردند و این روز یک پدیده دیگری را ما شاهد هستیم که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فضای اطلاعاتی کشور ما یک استودیای سیار نوی را با ما امروز پیشنهاد کردند، هدیه نمودند و ما میتوانیم با استفاده از این استودیای سیار تمام سیاست دولت تاجیکستان، فرهنگ دولت تاجیکستان و ورزش جمهوری تاجیکستان را به تمام جهانیان معرفی سازیم. همچنین سیستم‌های ثبت و پیشنهاد برنامه‌های استودیای نو سیار امکان می‌دهد که به برنامه‌های تلویزیونی آرایش کامپیوتری داده شود. تمام دستگاه و تجهیزات نصب گردیده استحصال ژاپنیا بوده. این فناوری به طور مستقیم امکانیت دارد که برنامه و نمایش‌ها را به ماهواره ارسال نماید. به اطلاع مسئولین استودیای مذکور فعلا در آسیای مرکزی نظیر نداشته، آن در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه و حکومت جمهوری مردمی چین برای مؤسسه دولتی تلویزیون دوشنبه دسترس گردیده است. این استودیای سیار دارای 3 автомашина می باشد که در این автомашина یک تا استودیای سیار تلویزیونی است، دیگرش ماهواره استودیای ماهوروی است که با اون می توانیم موج تلویزیون تاجیکستان رو با ماهواره پیوست نماییم و نقلیات سومش این برق یاری دهنده می باشد که در حالت نبودن برق ما می توانیم از автомашина سوم استفاده برده استودیای سیار را با برق مجهز نماییم. باعث خرسندی است که این استودیای سیاری که عین حال با ما تقدیم گردید دارای 16 کامرای نواربرداری صفت بلندی پورای دقیقتش بلند مجهز می باشد، یعنی فول اچ دی. ما میتونیم تمام چهاربینی‌های کشور را با صفت بلند با بینندگان تلویزیون تاجیکستان با بینندگان پیشکش نماییم. استودیای سیار تلویزیونی دارای گنراتوری پراقتدار برقی بوده، امکان دارد تجهیزات کاری استودیو را با برق تامین نماید. ضمن معرفی اطلاع داده شد که در استودیای سیار 40 نفر متخصصان محلی صاحب جای کار می‌گردند. یک گروه کارمندان الکی از کورس‌های آموزشی استفاده برای این تکنولوژی گذاشتند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی دستور دادند که تجهیزات مذکور ثمراناک استفاده برده با استفاده از امکانیت‌ها سطح و صفت پخش نمایش و برنامه‌های تلویزیونی را باز هم بهتر نمایند. تامین تجهیزات معاصر تلویزیون توجه و غمخواری حکومت جمهوری تاجیکستان خاصه سرور دولت محترم امامعلی رحمان نسبت به رشد ساحه تلویزیون بوده، با بالا برداشتن سطح و صفت برنامه‌ها و پورا ساختن فضای اطلاعاتی کشور مساعدت می‌کند. باید ذکر نمود که در دوران صاحب استقلالی مملکت یک زمره شبکه‌های نو تلویزیونی از قبیل سفینه، بهارستان، جهان‌نما، ورزش، سینما، فوتبال و شهنواز با فعالیت آغاز نموده اکادمی واسطه‌های اخباری عامه تشکیل کرده شد. با دستگیری به واسطه سرور دولت محترم امامعلی رحمان شبکه‌های تلویزیونی مملکت با دستگاه‌های معاصر ثبت، تنظیم و پخش برنامه‌ها تامین گردیده از روی فرمت دقیقیتش بلند اچ دی پخش برنامه‌های تلویزیونی راه‌اندازی کرده شد. امروز برنامه‌های شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان نه تنها در فضای اطلاعاتی کشور بلکه در دیگر منطقه‌ها نیز طریق ماهواره دسترس می‌باشد. در این ردیف تلویزیون‌های محلی نیز با تجهیزات ضروری کاری به پررگی نوسازی گردید.